وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. بینندگان گرامی، در این قسمت می‌خواهم به موضوعی مهم اشاره بکنم و آن این که مربوط می‌شود به غلو و زیاده‌روی در دین. اول اینکه می‌خواهیم واضح بکنیم که آیا این غلو و زیاده‌روی در دین جایگاه دارد یا ندارد، و دیگر این که حکم این غلو و زیاده‌روی در دین چی هست. اول خود غلو و زیاده‌روی را با هم دیگر تعریف بکنیم. غلو خودش چیزیه که انسان از حد بگذره، از حدودی که، از قوانینی که شریعت مقدس اسلام، الله متعال در شریعت اسلامی برای بندگان خود چی در عقیده باشه، چی در عبادات باشه، پروردگار تعیین کرده یک کسی از این حد و حدود بگذره. این را میگوین غلو یا زیاده‌روی. غلو میتونه که در احکام عملی باشه، میتونه در احکام اعتقادی باشه. در احکام اعتقادی این که انسان یک چیزی را، یک کسی را که در او حد نیست او را در او حد قرار بده، یا در مسائل عقیدوی، در مسائلی که به عقیده انسان مربوط میشه، به فکر انسان مربوط میشه، با ایده انسان مربوط میشه، انسان از حدی که هست بگذره، از حدی که شریعت تعیین کرده بگذره. الله متعال سبحانه و تعالی امت اسلام را امت معتدل و میان رو الله متعال سبحانه و تعالی قرار داده. و کذالک جعلناکم امة وسطا. الله متعال میفرماید ما شما را امت وسط و میانه و معتدل قرار دادیم. برای یک انسان مسلمان درست نیست که چی در عقیدهش باشه و چی در اعمال ظاهری و اعمالی که عملی هست انسان انجام میده، در احکام و در این مسائل تندروی و زیاده‌روی بکنه، یا در مسائل عقیدتی. مثلا در مسائل عقیدتی انسان یک بنده را در مقام الله نعوذ بالله قرار بده، یا یک شخص ولی را بیای در مقام پیامبر قرار بده، اینها غلوه. یا صفات پروردگار را، یک شخص بیای صفات پروردگار را به یک بنده بده، به یکی از بندگان الله سبحانه و تعالی بده، از حد بگذره. یا اینکه در این مورد مثلا چیزی که الله سبحانه و تعالی نگفته آن را به الله نسبت بده، دروغ بر الله متعال ببنده. اینها همه از حد گذشتن از شریعت هست. وقتی انسان از حد که شریعت مقدس اسلام، قانونی که اسلام تعیین کرده، قانونی که پیامبر تعیین کردن، قانونی که الله متعال از فوق آسمان ها برای ما فرستاده، از این ما تجاوز کردیم، از این قانون و حدود تجاوز کردیم، در واقع ما شدیم انسان غالی، انسانی که غلو کرده، انسان زیاده رو شدیم، انسان افراطی شدیم. اما اگر آنچی را که پروردگار متعال گفته، آنچی را که پیامبر قانون برای ما گذاشتن، با آن عمل کردیم، شدیم انسان میانه رو، انسان معتدل. و اگر اینها را ترک کردیم، برخلاف آن چیزی را انجام دادیم، شدیم انسانی که اهل تفریط، اهل بی‌توجهی، اهل کسانی که اصلا هیچ نوع توجهی و با هیچ نوع توجهی به مسائل دینی و حدود و قوانین الهی ندارند. در باب
عملی یا در باب احکام، مثلا که یک شخص بیاید در باب مسائل عملی زیاده روی کند. مثلا ما به حدیث استناد میکنیم، سه شخص آمدن از ازواج مطهرات پرسان کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه عبادت میکنند. ازواج مطهرات گفتند که پیامبر علیه السلام مثلا این گونه عبادت میکنن، این گونه عبادت میکنن، عبادت های پیامبر را گفتند. این سه نفر عبادت پیامبر را کم دانستند، به ذهن خود فکر کردند، گفتند که والله خب پیامبرند، الله متعال گناهان ما قبل و ما بعدشان را بخشیده، پیامبر علیه السلام معصومند، پیامبره، پس ما نباید مثل پیامبر باشیم، یعنی باید ما عبادت بیشتری بکنیم. یکی در همونجا تصمیم گرفت، گفت من از این به بعد هیچ شبی را دیگه نخواهم خوابید. یکی دیگه گفت که هیچ روزی را دیگه من نمیخورم، همه روزها را روزه میگیرم. یکی دیگه گفت که من از زنها دوری میکنم، یعنی از همسر خود دوری میکنم، دیگه با اون نزدیکی نمیکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به خانه تشریف آوردن، ازواج مطهرات موضوع را به پیامبر گفتن یا رسول خدا، افرادی آمدن از ما سوالات پرسیدن، ما در مورد عبادت شما گفتیم اما آنها همچون چیزی گفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند برای مردم، ای مردم، من از شما بیشتر از خدا میترسم، شما از من خدا ترستر نیستید. من روزی را میگیرم، روزی را میخورم، قسمتی از شب را میخوابم، قسمتی از شب را بیدارم، با زنان نزدیکی میکنم، با آنها همبستری میکنم، با آنها هستم، معاشرت میکنم. پس شمایی که میخواهید که به حقیقت برسید باید چنین باشید، همچون تصامیمی نگیرید. اینها غلو و در دینه، اینها غلو و در دینه. پیامبر علیه السلام ما را از غلو و در دین در این کارها منع کردند و گفتند که من از شما خدا ترستر هستم، بر من را اسوه خود قرار بدهید و بر من تمسک بجویید، آن کاری را که انجام میدهم انجام دهید. غلو و در دین نکنید. ما در مورد غلو و در دین، چی در باب اعمال و چی در باب اعتقاد، آیات و روایات داریم که رسول الله متعال و رسولش صلی الله علیه و سلم ما را از غلو و در دین و از زیاده روی در دین منع فرمودند. آیاتی را در اینجا به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت می کنم. در سوره مبارکه مائده الله متعال در آیه 77 سوره مبارکه مائده می فرماید قل یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم. ای پیامبر، برای اهل کتاب بگو که در دین خود غلو نکنید، در این باور و اعتقادی که دارید غلو و زیاده روی نکنید. لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، بنا حق چیزهایی که حق نیست به الله نسبت ندهید. این به این معنا نیست که غلو و در دین اگر حق باشه درست است، اصلا خود غلو ناحقه، خود غلو در هر موردی که باشه ناحقه و الا اگر ناحق نمی بود غلو نمیشد، زیاده روی نمیشد. الله متعال میگه یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، بنا حق و چیزهایی که در دین شما به اونها اشاره نشده، در دین شما به اونها تأکید نشده، در دین شما اونها اصلا بیانی از اونها نشده، در اینها شما زیاده روی نکنید، غلو نکنید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، شما پیروی هوا و خواهشات نفسانی کسانی که پیش از این گمراه شدن را نکنید، پیروی نکنید از آنها. و اضلوا کثیرا، اینها بسیاری از مردم را گمراه کردند. و ضلوا عن سواء السبیل، خود اینها از راهی که حقیقت آنها گمراه شدند و بیراه رفتند. از اینها پیروی نکنید، چون انسانهایی که گمراه هستند، انسانهایی که گمراه میکنند، اینها اهل غلو هستند. شما اهل غلو نباشید، اهل زیاده روی نباشید. یا الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء در آیه 171 میفرماید یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. ای اهل کتاب، ای یهودی ها، ای نصرانی ها، لا تغلوا فی دینکم، در دین خود غلو و زیاده روی نکنید. ولا تقولوا علی الله غیر الحق، ولا تقولوا علی الله الا الحق، و جز حق به الله سبحانه و تعالی نگویید. افترا بر الله نبندید، نگویید که پروردگار فرزند داره، نگویید الله سبحانه و تعالی نعوذ بالله شریک داره یا الله متعال همسر داره.
اینها را به الله نسبت ندهید. درسته که الله سبحانه و تعالی در اینجا یهود و نصارا را خطاب می کند، اما ما مسلمان ها هم در تحت این حکم داخلیم. الله سبحانه و تعالی وقتی میگه ای اهل کتاب شما غلو نکنید، برای مسلمین هم این حکم هست که ای مسلمین، ای مسلمان ها، شما هم غلو نکنید. چون که اینهایی که ما قبل از مسلمان ها بودن و پیش از مسلمان ها بودن غلو کردن، الله متعالی آنها را هلاک کرد. بناهن خداوند عزوجل در آیات قرآن عظیم الشان اشاره میکنه که اهل کتاب شما غلو نکنید و شما مسلمان ها هم غلو و زیاده روی نکنید مثل که آنها انجام دادن. مثلا ما در حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در سنن ابن ماجه آمده، حدیث شماره 3029، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ایاکم والغلو فی الدین، برحذر دارید خود را از زیاده روی و از تجاوز در دین. آنچه را که دین گفته بر آن عمل کنید، از آن زیاده روی نکنید، تجاوز از آن نکنید، از حد نگذرید. فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کسانی که قبل از شما بودن هلاک شدن به خاطر و به سبب و به علتی که آنها غلو در دین کردن، زیاده روی در دین کردن، زیاده روی در عبادات کردن، زیاده روی در عقیده کردن، زیاده روی در افراد کردن، چی در ذم یک شخص چی در مدح یک شخص. مشکلی که امروز متاسفانه در میان بعضی از مسلمان ها وجود دارد اینه که چنان در باب بعضی از افراد مدح میکنند، ثنا میکنند که آن را به درجه الله میرساند، آن را به درجه خدا میرساند، صفات الهی برای این شخص میدهند، صفات پروردگار را از الله گرفته نعوذ بالله برای یک فرد، برای یک بنده میدهند که انشاءالله ما در برنامه های آینده به این موضوع مفصل اشاره خواهیم کرد در چند موردی. این غلو و زیاده روی که در مدح افراد امروز صورت میگیره، بدون شک اینها از دید قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم درست نیست. نباید یک مسلمان چیزی که حق یک انسان نیست برای اون نسبت بدهد، چیزی که یک انسان لایق اون نیست به اون نسبت بدهد. الله الله همراه اسما و صفات خود، الله در مقام الله بودنش، پیامبر پیامبره در مقام پیامبر بودنش. پیامبر هیچ وقت الله شده نمیتوانه. اولیای خدا اولیای خدا هستند، مقامشان در پیشگاه خدا محفوظه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این مقام اولیا در پیشگاه خدا هست. الله از اونها، الله سبحانه و تعالی آنها را تمجید کرده، الله آنها را مدح کرده، اما اینها نمیتونن به مقام پیامبر قرار بگیرن، اینها نمیتونن به مقام الله قرار بگیرن. ما نمیتونیم که یک انسان ولی که غیر از پیامبره این را در مقام خدا قرار بدیم. نمیتونیم صفات الله را گرفته برای او بدیم. نمیتونیم که ما اوصافی که الله سبحانه و تعالی داره و خاصه اوست برای بندگی بدهیم، چی پیامبر باشه چی ولی باشه. ولی امروز متاسفانه که در میان یک عده از مسلمان ها این مشکل وجود دارد. این مشکل وجود دارد که میگیرن اسما، میگیرن اوصاف و صفاتی که خاصه ذات اقدس الهی است، آن را به بنده ای از بندگان خداوند میدهند، یا بنده ای را چنان تعریف میکنن که این تعریف و تمدیح آنها، این مدح و ستایش آنها خاصه الله است. یعنی این بنده در حدی نیست که اینها میگویند. این بنده به اندازه‌ای که از او تعریف می شود لیاقتش را ندارد. این که میگوییم لیاقتش را ندارد به این معنا نیست که توهینی به اون باشد، بلکه حقیقتی است که الله سبحانه و تعالی بیان کرده. الله سبحانه و تعالی برای بندگان خود مقامی داده و برای خودش الله متعال مقامی داره که برای خودش محفوظه، و این مقام الله سبحانه و تعالی برای بندگانش سرایت نمیکنه و تجاوز نمیکنه. بناهن باید انسان بنده را در مقام بندگیش
و الله را در مقام الله بودن و معبود بودنش بشناسه. روایات دیگری هم موجود است در این مورد که یک میان برنامه میبینیم و بعدا انشاءالله ادامه برنامه را به خدمت شما عرض خواهم کرد. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز، در مورد غلو و در دین صحبت می کردیم. روایت دیگری از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر خدا علیه السلام می فرمایند هلک المتنطعون قالها ثلاثه. حضرت ابن مسعود می گوید که رسول الله فرمودند هلاک باد و نابود شوند، نفرین می کنند پیامبر، نابود شوند، هلاک شوند، هلاکی باد بر کی؟ بر متنطعون. اینها چی کسانی هستند؟ کسانی که متجاوزند، از حد میگذرند، غلو میکنند در باب یک فرد، در باب یک شی، در باب عملی، در باب اعتقادی، از چیزی که شریعت بر اون نگفته آن را از حد میگذرند و در باب یک چیز و در باب یک فرد و در باب یک شی میان غلو میکنند. پیامبر علیه السلام اینها را نفرین کردند. هلک المتنطعون، هلاک باد، هلاکت باد، بربادی باد، تباهی باد بر کی؟ بر افرادی که غلو میکنند. پس ای بیننده گرامی، مواظب باش، هر کس و هر چیز را در جایش قرار بدی، از حد نگذر. الله متعال سبحانه و تعالی حد و حدودی را در دین قرار داده. پیامبرش حد و حدودی را در دین قرار دادند. از این حد و حدود نگذر. اگر یک انسانی در یک کشور زندگی میکنه و تابعیت او کشور قبول میکنه یا به هر حال پاسپورتی میگیره برای رفتن ویزای آن کشور را میگیره، باید تحت قوانین اون کشور باشه، مخالفش نباید عمل بکنه. وقتی که من و توی مسلمان با ویزای لا اله الا الله محمد رسول الله داخل اسلام شدیم، با گرفتن جنسیه اسلام که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هست داخل اسلام شدیم، باید به قوانین اسلام احترام بگذاریم، از قوانین اسلام خارج نشیم، از پیش خود دین نسازیم، از پیش خود افراد را تعظیم نکنیم، از پیش خود یک شخص را، یک انسان را، یک عبد را در مقام الله قرار ندهیم، یک چیزی که در شأن الله نیست آن را به الله نسبت ندهیم، الفاظ و کلماتی که توهین به ذات اقدس الهی است آنها را به الله نسبت ندهیم. باید طبقی که خداوند متعال و پیامبرش برای ما قانون گذاشتن، برای ما حتی این کردن، از او حد تجاوز نکنیم، از او قانون تجاوز نکنیم، به قانون دیگری از پیش خود و از ذهن خود و از هوا و خواهشات نفسانی خود روی نیاوریم. این را میگوین اعتدال، خلاف این را میگوین چی؟ میگوین غلو، زیاده روی در دین. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون مقام و جایگاهی که در پیشگاه حضرت اقدس الهی دارند، پیامبر علیه السلام ما را از غلو و زیاده روی در مورد خودشان ما را منع میکنند. میگویند که حدیثی که امام بخاری روایت میکنه از حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که از پیامبر روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم.
در حق من زیاده روی نکنید، افراط نکنید، غلو نکنید، چنانچه مسیحی ها در حق حضرت عیسی علیه السلام کردند. آنچه که حق من است برای من بگویید، آنچه که حق خداست برای خدا بگذارید، برای من نسبت ندهید. مسیحی ها حضرت عیسی علیه السلام را به مقام الله رساندند، فرزند الله گفتند یا خدای از خداهای سگانه گفتند، خدای پدر، روح القدس و فرزند، نعوذ بالله، که الله متعال هم در قرآن میگه. و متاسفانه در انجیل تحریف شده این موضوعات وجود داره. خدای پدر، البته تناقضاتی که وجود داره، خب به هر حال در بعض از جاهایش وجود داره این موضوع، و اینها غلو کردن، زیاده روی کردن، چیزی را به حضرت عیسی نسبت دادن که حضرت عیسی در آن مقام و در آن مرتبه نبود. پیامبر علیه السلام میفرمایند لا تطرونی، در حق من افراد نکنید، زیاده روی نکنید، غلو نکنید، چنانچه مسیحی ها در حق حضرت عیسی علیه السلام کردند، در حق حضرت عیسی کردند و حضرت عیسی را به مقام خدایی رساندند و او را خدا گفتند، او را خدای از خداهای سگانه یا فرزند خدا آن را خواندند. بعد پیامبر میفرمایند فانما، پس جز این نیست. پیامبر حصر میکنند، انما حصره، یعنی پیامبر حصر میکنند، جز این نیست، غیر از این وجود ندارد که انا عبدالله و رسوله، من بنده خدا و پیامبر خدا هستم. من بنده خدا هستم، خدا نیستم. من بنده خدا هستم و صفات بندگی دارم، میخورم، میآشابم، برای من ضرر میرسد، برای من نفع میرسد، مشکلات برای من میرسد، همان صفاتی که بندگان الله سبحانه و تعالی دارند. من همان صفات را دارم، صفات خدایی ندارم. صفات خدایی الله سبحانه و تعالی حاضر و ناظر است، الله غیب میداند، اینها خاصه الله است، صفات خاص الله است. الله سبحانه و تعالی نفع میرساند، الله متعال ضرر را از انسان دفع میکند، ولی من پیامبر با این صفات نیستم. انا عبدالله، من بنده الله هستم، و رسوله، من فرستاده الله هستم. تفاوتی که با دیگر بندگان دارم اینه که من فرستاده الله هستم، از جانب الله برای شما فرمول آوردم، فرمول زندگی برای شما از جانب الله سبحانه و تعالی قانون نامه و اساس نامه آوردم که شما بر اساس آن خوشبخت بشوید. بنابراین در حق من زیاده روی نکنید. این حدیث را امام بخاری روایت کرده، حدیث شماره 3445. این بعضی از روایات، بعضی از آیاتی بود که در این مورد بنده خلاصه کردم که در یک برنامه کل موضوعی که در مورد غلو، یعنی در مورد بدی غلو هست که حرام بودن غلو و بد بودن و زشت بودن غلو را بود، در 2 آیه و در 2 حدیث به خدمت شما خلاصه کردم. ان شاء الله در برنامه‌های آینده، در 1-2 برنامه ان شاء الله اگر پروردگار سبحانه و تعالی خواست یا زیادتر، موضوعاتی را بیان خواهم کرد در مورد غلو و در مورد پیامبر علیه السلام، بعضی از غلوها، زیاده روی هایی که در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود، یا در مورد دیگر افراد که ان شاء الله به صورت کوتاه و فشرده در برنامه‌های دیگر به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان خواهم کرد. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.